بله استاد جان، سوال دومم درباره اینکه بعضی وقت انسان میشود که از حد زیاد یا ناآرام است یا پریشان است، در این حالت باید چیکار کند بود؟ درباره پریشانی ناآرامی خواهر منظوره، اولا همه قبول کنیم خواهرام که در حقیقت یک عصر ناآرام است. آره، در یک زمان زندگی داریم که همه در دپرسیون هستند، همه در ناآرامی، هزار و یک بیماری عصب داریم، هزار و یک سبب دیگر هم داریم که ما رو ناآرام میکند. و در همین عصر فتنه، در همین زمان ناآرامی، راه آرامی یگانه راهی حق و از پی قرآن و سنت رفتن است، یعنی از پی عمل کردن گفته الله و گفته پیامبرش. و من خود شاهد هستم، هر کسی که به راه علم قدم نهاد، گفت یک آیت باشد هم می آموزم، یک حدیث پیامبر باشد هم من به آن عمل میکنم، هر یک ناآرامی ها را برای خود یک مصیبت نمی سازد. الا بذکر الله تطمئن القلوب آیت پروردگار است که یاد الله شما را آرام میکند. اما یاد الله را صاحبان علم میتوانند پیدا کنند، با جهالت با بیسوادی نمی شود. میخواهید قلب آرام داشته باشید، قدم زنید به آموختن قرآن، به آموختن گفته های پروردگارتان، به آموختن گفته های بهترین معلم بشر که فرستاده شده است از بالای 7 آسمان به گفته پیامبرتان. به الله قسم، همون گونه که آیت های رحمانی، حدیث های پیامبر شما را آرام میکند، نه یگان روانشناس شما را آرام میکند، نه یگان موسیقی شما را آرام میکند، نه یگان خرید و زر و زیور و خانه های زیبا. یعنی با خواندن آیت ها شما میتوانید خیلی آرام باشید.